کوچه‌های شهر ببینید چقدر شد. شهری بسیار زمانوی زیبا. از این طرفی کوچه Это вообще красиво будет. сейчас красиво. Сейчас уже зима. Гематистипуена бинед. И на супермаркете Голдар цветы. Пожалуйста. اینجوری الفروبی جرام بعضی چوش بسیار بدایی ببینید در رادیو هرچی گفتش است. تو وقتی که در جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه مسجد کلانتری ساختن، از همه مسجد کلانتری نیاسی میونه در شهر استانه جمهوری قزاقستان است و جایگیر کنی نمازگزاران در اینجا نزدیک 50,000. مسجد بسیار کلان خوب. پس از آن که تاجیکستان ساخت البته ایجاد میشه در ویدیو میشه. اینا شهر آستانه شبونه. وقتی که ما از سیر گشت برآمدیم آنیخترش از یک جایی سوی گردونی برآمدیم. بسیار زیبا بسیار خوب. هرچند هوا در بیرون فقط چند ساعت شما؟ حرارت هوا در بیرون چند بود؟ 12. البته 12 روزانه تو یک دو بیست پایان کنم. خیلی شب نهاری آسمان ببینید البته قریب که ابر هست و قدر زیاد چی نیست. تو دو روزی که بودیم آفتاب قریب که کمتر دیدیم. تنها سه روز همین روز البته آفتاب هم برآمد. هرچند شبانه هوا خیلی خنک هم هست. تاجیکستانی زیبای ما خیلی زیبا است. ولی فکر میکنم هر یک شهروند تاجیکستان باید بیرون از شهر، بیرون از جمهوری براید تا ببیند و قیاس کند و برای آبادی تاجیکستانی عزیز خودمون چه کند. کمر همت بنده. تاجیکستان با فرزندان اصیل و زحمتکش و فدایی خود انشاءالله که افتخار دارد. در شهر آستانه قزاقستان هم بسیار از تاجیکانی ما بودند که بسیار موفق بودند و امروز وقتی که با بچه خودمون هم صحبت شدیم از تاجیکستان گفتند که 3 4 5 6 حتی 10 نفری است که خیلی در بیزنس و در مثلا ساحه سودا و دیگر چیز در جمهوری قزاقستان خیلی موفق هم هستند. تاجیکستان باتش. اینا تاجیکستان، اینا بچه‌های خودمون در شهر قزاقی هستند. اینا من با رقم‌های دولتی جمهوری تاجیکستان BMW X5 هرچند اینا با رقم‌های دولتی مثلا تاجیکستان هرچند ما کم دیدیم، لیکن ببینید که در شهر استانه بغیر از اون که در رقم‌های دولتی چخله سازی دوایت افته بگم خریبه دیگو اینه خریبه اینه چخله سازی و در اینجا ما بسیار ماشین دیدیم که با رقم‌های جمهوری روسیه هم هست. فدراسیون روسیه اونو ببینید که گذشته فرمی نه یک ماشینی که ما با رقمی خیلی دولتی توجیه نه نیپروتیف نه نیپروتیف اینجا риска میگیرن اگر против باشه. Москва же есть, а наши девочки сейчас там сидят. Там сидят, там ресторан на 25 этаже. Где Москва написано? Да, там сидят они.
Я скину им это, кстати, видео потом. Люкс FM Дохос. Көңілдерек болады. Включай Люкс FM. Будет веселее. Что там Джагуар? Я сам найду. Счет төлейтін кезде. Зарядке қойып қой. Жоқ. Баядан шықты.